همین ابتدای بازی ضربه کاشته فدریکو والورده، این ضربه فدریکو والورده این گونه سنگین رفت در کنج دروازه یان اوبلاک. 1-0 به سود تیم رئال مادرید و چه شلیکی کرد فدریکو والورده. شروع عالی در ملک عبدالله ورزشگاه 63,000 نفری شهر جده و این شوت سنگینی که حتی دست آلمادا. حالا پاس فرار عالی خولیان آلوارز و رئال مادرید، وینیسیوس جونیور یا رودریگو هست، سرتوپ عالی رودریگو، ولی آخر چرا خراب میکنی؟ حالا گارسیا حمله بعدی سورلوت بانا شوت راه دور و خطایی در کار نیست. الکس بانا سرتوپ خوبه این بازیکن خود الکس بانا و بازم تیمو آلوارز شوت های پای در پای. حالا گلگه پاس عالی رودریگو گوندالو رو داره، فرار عالی رودریگو، چقدر دیگه همون رودریگوی همیشگی هست برای طرفداران رئال مادرید و چه فراری کرد. سخت جان تیم اتلتیکو مادرید، کارش عالی بود، مثل نیمه اول نکرد و نزد ضربه و چقدر خوب خودش خالی کرد و 2-0 شد بازی به سود تیم رئال مادرید. هیچ کاری نتونست انجام بده یان اوبلاک. 2-0 اتلتیکو رو بردن. ارسال به سورلو 2-1 بالاخره این جواب داد. ارسال بلند یا سمیونه بود، ارسال انجام داد و گل الکساندر سورلوت. پس فکر میکنم این دربی قرار نیست هنوز فینالیستش مشخص بشه. رئال مادرید نمیتونه 2-0 خودش حفظ بکنه و بازی 2-1 بشه و حتی شاید 2-2 هم بشه. حد کرد آلوارز یورنته و شوتی که از مثلا آلوارز کوتاه و زمینی یورنته. نگاه کنی یک لحظه شما ولی تو گل نشد و تو پس کنار دروازه بازم مارکوس یورنته و چقدر خوب قطع توپ انجام داد شوامی. خیلی محبت است آلوارز و توپی که بازم به شکل خطرناک است کنار دروازه و بیرون رفت.